سلام دوست خوبم. میدونستی کل نقاشی توی این دفتر رایگان توی پیج موجوده؟ خیلی راحت میتونی با این آموزش نقاشی رو یاد بگیری. پس شروع کن. واسه کشیدن مغز گردو اول از هم ته هستی رو میکشیم و بعدم با پاکن خمیری کم رنگش میکنیم. حالا با رنگ قهوه‌ای مایل به قرمزمون شروع میکنیم و تیرگی‌های روی گردو رو میکشیم. توی مرحله با رنگ مشکی شروع میکنیم تیرگی‌های خیلی شدید کار رو میکشیم. حالا با رنگ اوکر کل کارمون رو رنگ میکنیم. با رنگ قهوه‌ای روشن مرز بین تیرگی‌هایی که اول کار کردیم و رنگ اوکر رو فید میکنیم. توی مرحله با رنگ قهوه‌ای تیرگی‌های شدید کار و بخش‌های مختلف گردو رو فید می‌کنیم. و اینم مغز گردوی خوشمزه ما.